آمریکا دیگر باره تاجیکستان را بر روی خط سیاه کشورهای مورد نگرانی خاص آمریکا در بابت ویران کردن آزادی‌های دینی شامل کرد. تاجیکستان اینک 5 سال باز در این روی خط سیاه قرار دارد. این روی خط سیاه اعمال تحریمات به ضد کشورهای پایمال کننده آزادی‌های دینی را از جانب واشنگتن در نظر دارد. ولی وزارت خارجه آمریکا هر دفعه با در نظر داشت منفعت‌های استراتژیکی آمریکا جاری کردن تحریمات به ضد مقامات تاجیکستان را به قفا می‌اندازد. وزیر کارهای خارجه آمریکا انتونی بلینکن روز 7 نوامبر در مهمانخانه سرینا در شهر نیروبی پایتخت کنیا اعلام کرد که بر روی خط سیاه 10 کشور شامل کرده شدند که به طور منتظم، دوامدار و دغلانه دست به پایمال کردن آزادی اعتقاد میزنند و نسبت به چنین حالتها تحمل نشان میدهند. بر روی خط سیاه در برابر تاجیکستان همچنین خطای، روسیه، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، ایران، اریتریا، ترکمنستان و پاکستان شامل شدند. روسیه بار اول بر روی خط سیاه آمریکا افتاد، ولی کشور افریقایی نیجریه که سال گذشته در روی خط سیاه بود امسال به دلیل پیشرفتش در این اصلاح وضع از روی خط بیرون کرده شده است. بلینکن گفت در گوشه‌های زیاد در سراسر عالم ما همچنان دیده ایستاده‌ایم که دولت‌ها آدمان را فقط برای آن که می‌خواهند مطابق به اعتقاد خود زندگی کنند تعقیب و تهدید و زندانی می‌کنند و حتی می‌کشند. وزارت کارهای خارجه آمریکا ماه مای در گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی‌های دینی در کشورهای دنیا تاجیکستان را برای پایمال کردن آزادی‌های مذهبی مردمش به باد انتقاد کشیده بود. تاجیکستان اینک 5 سال باز بر روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص آمریکا در بابت ویران کردن آزادی‌های دینی شامل می شود و تنها منفعت‌های استراتژیکی آمریکا تا کنون سبب شده است که واشنگتن از جاری کردن تحریمات نسبت به دوشنبه خودداری کند. گزارش و ارزیابی‌های وزارت خارجه آمریکا بر پایه ارزیابی‌های کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی است که اینک چند سال باز پی هم به وزارت خارجه اعمال تحریمات به ضد مقامات تاجیکستان را به دلیل ویران و محدود کردن آزادی‌های دینی مردم پیشنهاد می‌کند. مقامات تاجیکستان معمولاً ارزیابی‌های نهادهای رسمی آمریکا را رد می‌کنند و اصرار می‌ورزند که حقوق دینی مردم در تاجیکستان بدون کم و کاست رعایت می‌شود. اما کمیسیون بین المللی آزادی‌های دینی آمریکا در ارزیابی‌های امسالش چنین حالت‌های پایمال یا محدود کردن حقوق مذهبی مردم در تاجیکستان را ذکر کرده بود. خلل رسانیدن به تعیین امام‌ها و به انتخاب موضوع و مندرجه موعظه‌های آنها، نظارت از بالای کتاب‌ها و دیگر مواد دینی، طلبات اجازت دولت برای گرفتن تحصیلات دینی در خارج، منع ورود به مسجد برای آنهایی که خردتر از 18 سال هستند، مقررات درباره ثبت نام تشکیلات دینی، مقررات در مورد پوشش لباس در جشن‌های عنعنوی یا دینی و منع بعضی لباس به مانند حجاب، محدودیت‌ها نسبت به اقلیت‌های دینی مسیحی از جمله شاهدان یهوه.